در موج برنامه اطلاعاتی خبر. بانک اروپایی تجدید و رشد برای کم نمودن تلفات نیروی برق مبلغ جدا کرد. سروازیران تاجیکستان و قرغیزستان یگانه راه حل مشکلات مرزی این مذاکرات است. سرمایه گذاری کم شد. قاهره رسولزاده و میشوستین درباره چی صحبت کردند؟ نماز جمعه در بیشکک موقتا منع شد. احتمالی بالوروی نرخ چیپتای هواپیما در روسیه. سازشنامه گرانتی بین تاجیکستان شرکت شبکه‌های تقسیمات برق و بانک اروپایی تجدید و رشد، سازشنامه قرضی بین جمعیت سهامی کشاده شبکه‌های تقسیمات برق و بانک اروپایی تجدید و رشد، اینچنین سازشنامه اوید به پیشنهادی کفالت بین تاجیکستان و بانک اروپایی تجدید و رشد برای مبلغ‌گذاری لایحه کم نمودن تلفات نیروی برق در ولایت خطلان در حجم 35 میلیون یورو به امضا رسید. با اطلاع دفتر مطبوعاتی وزارت مالیه 15 میلیون یورو همچون مبلغ گرانتی از جانب اتحادیه اروپا و 20 میلیون یورو قرض از جانب بانک اروپایی تجدید و رشد جدا خواهد شد. گفته شده است که لایحه در منطقه خطلان، شهرهای کویلاب و بختر عملی گردیده. در دایره تطبیق آن اجرای کارها وابسته به جاری نمودن نظام بیلینگی در شهرهای کویلاب و بختر، اینچنین تجدید و نوسازی 2 عدد زیر ایستگاه موجوده و نقشه گرفته شده است. تطبیق لایحه مذکور سال 2021 آغاز گردیده، سال 2025 به انجام می‌رسد، تاکید نموده است منبع. سروازیر تاجیکستان قاهره رسولزاده و سروازیر قرغیزستان улугбек марипов мулоқоти дуҷонибаи ғайринақшавӣ бахшида ба ҳалли муноқиша дар марзро баргузор карданд. ҷонибҳо омодагии комили худро барои зудтар ҳал кардани вазъ дар марзи ду ҷумҳурӣ тавассути гуфтушунид изҳор карданд. иттилоъ додааст ҳукумати қирғизистон. дар ҷараёни музокирот сарвазирони ду кишвар қайд карданд ки истифодаи қувва дар ҳалли масъалаҳои марзӣ ғайриқобили қабул аст ва зарурати андешидани чораҳои фаврӣ барои пешгирии تشدید منبعی نزاع را اظهار داشتند. سروازیر جمهوری تاجیکستان قاهره رسولزاده با همتای روسی خود میخائیل میشوستین ملاقات کرد. در جریان ملاقات در قزان با سیاستمداران میسر شد که بسیار موضوعها را محاکمه کنند، اما یکی از مهمترین موضوع این تجارت و سرمایه گذاری بود. قاهره رسولزاده از جمله قید کرد که با نظر داشت عاقبت‌های منفی پاندمیای کرونا ویروس در مناسبت‌های دوجانبه تجارتی و اقتصادی مسکو و دوشنبه باید اصول‌های نو و اینوواسیونی پیدا کرد. هدف اساسی ما در این مرحله باید قبول قرارهای مشترک اوید به احیای رابطه‌های تجارتی و اقتصادی، همکاری‌های سرمایه‌گذاری و همکاری صنعتی باشد، تاکید کرد سروازیر تاجیکستان. قاهره رسولزاده توجه را به آن جلب کرد که در سال 2020 حجم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم روسیه به اقتصاد جمهوری همگی 14 میلیون دلار را تشکیل داد که از آن 13 میلیون دلارش به بخش علاقه مبلی رست می‌آید. میشوستین به همتای تاجیکی خود اطمینان داد که در روسیه تاجیکستان را همچون شریک استراتژیکی می‌شمارد و مسکو آماده است مناسبات را با دوشنبه در اساس پرینسیپ‌های دوستی، احترام طرفین و برادری پرسر نماید. او اینچنین تاکید کرد که روسیه یکی از شریکان اساسی تجارتی تاجیکستان باقی میماند. از شهروندان قرغیزستان دعوت گردید که برای مدت نامعین برگزاری نماز جمعه در مساجد را موقوف گذارند. در مسجدهای بیشکک برگزاری نماز جمعه تا معتدل شدن وضع اپیدمیولوژی منع کرده شد، خبر می‌دهد خدمات مطبوعاتی مفتیات. بنابر اطلاع منبع این تصمیم را شورای علمای اداره روحانی مسلمانان قرغیزستان طبق طلبات طبیبان قبول کرده است. از 30 اپریل تا به اعتدال آمدن وضع نماز جمعه در مسجدهای بیشکک قطع کرده می شود، آمده است در اطلاعیه. باید گفت که فعلا در جمهوری قرغیزستان وضع کرونا ویروس چندان خوب نیست. همه روزه تعداد مریضان نو رو به افزایش است. ویتالی وانتسف، راهبر شورای دیرکتوران فرودگاه ونوکووا، با خبرگزاری اربک گفت که نزدیک به فصل تابستان سال روان نرخ چیپته‌ها در روسیه بالا خواهد رفت. با گفته او در وضع کنونی بازار بنابر پاندمیای کرونا ویروس شرکت‌ها باید یا فعالیت خود را قطع کنند یا تمام طرفه‌ها را زیاد نمایند. عموما چک میانه در سال 2020 در یک سمت نسبت به سال 2019 خیلی کاهش یافت، توضیح داده است وانتسف. با گفته مسئول فرودگاه ونوکووا پرداخت‌های قرض لیزینگی از جانب شرکت‌های هواپیمایی با دلار صورت می‌گیرد و حالا قرب روبل نسبت به دلار 15-20% کاهش یافته است.
илова бар ин дар ин муддат нархи сӯзишворӣ барои ширкатҳои ҳавопаймоӣ афзоиш ёфтааст. ин ҳам дар ҳолест ки нархи чиптаҳо боло нарафтааст ва ба ҳамин хотир ҳоло ҳамаи ширкатҳо дар вазъи душвори иқтисодӣ қарор доранд. дар ҳамин ҳол Ванцев ҳушдор медиҳад ки нархҳоро хеле бо салоҳият ва бо диққат бояд боло бурд то шумори парвозҳо кам нашавад. шунавандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии хабар. То барномаи дигар шоди пирӯз бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.